آقا لپتاپ شما مثل مال من کند شده؟ رفته رو مختون یا نه؟ من خودم یه اتفاق اینطوری برام افتاد، گفتم بذار ویندوز رو عوض کنم و بذار اصلا کلا همه فایل رو جابجا کنم، شاید مشکلم حل شه. مشکل حل شد، ولی یه چیزی که قلقلکم میداد این وسط این بود که سخت افزارم یه بروز رسانی بکنمش. شما هم اگه مثلا واسه کیستون یا لپتاپتون این مشکل به وجود اومده، اگر از درگاه M2 استفاده میتونین بکنین یا ساپورتش میکنه، به نظرم برین سراغ SSD. اصلا دیوونت میکنه این. یعنی SSD های مخصوصا سامسونگ 980 پرو که اصلا نگم، حالا با توجه به بودجهتون 970 ایو پلاس هم فکر کنم گزینه خوبی باشه. تو این دوتا برند با این دوتا مدلی که بهتون گفتم گزینه‌های خیلی خوبیه. کافیه که از هاردای SSD با رابطه کاربری M2 استفاده بکنین، کلا دیگه هیولا میکنه، یعنی لپتاپتو منفجر میکنه.